سلام، به کانال من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام اون تابلویی که دارین پشت سرم میبینین رو کامل کنم. من این تابلو رو 1 ماه پیش کشیدم و متاسفانه همینجور افتاده و اگر به دادش نرسم همینجوری خواهد موند. و چون برای بک‌گراند ویدیو هم بالاخره به یک چیزی نیاز دارم، قراره اونو کامل کنم. به علاوه این که ناخونامو که بعد از یه اساس کشی بزرگ درب و داغون شده رو درست کنم. بهتون نشون بدم این و این که اصلا کنده شد. اگر دوست داشتین با من همراه باشین تا یه روز چیلگونه رو با هم تجربه کنیم. البته قرار کلی هم باهاتون درد و دل کنم چون به اینجام رسیده. یادم رفت بهتون بگم چون خودم قبلا ناخونکار بودم قرار خودم تو خونه ناخونامو درست کنم چون هنوز وسایلمو دارم. یه بیلبیلک بعد اینجا خراب در بیاد. شما به بزرگی خودتون ببخشید. بریم. اگر ویدیوهای قبلیمو دیده باشین که قطعا هم ندیدین چون هیچکی نگاهشون نمیکنه، به خاطر اینکه من یه تازه کار هستم و 2 سابسکرایبر بیشتر هم ندارم، بنابراین هیچ کس نگاه نمیکنه. ولی من شما رو ارجاع میدم به ویدیوهای قبلی. میدونین که نمیدونین ولی بدونین که من یوتیوب سالها پس ذهنم داشتم، ولی چون دچار ایدئالگرایی بودم هیچ وقت شروعش نکردم. بعد از کار ناخون هم که خیلی دوستش داشتم به دلیل کرونا و اتفاقای دیگه مجبور شدم بذارمش کنار و الان چند سالیه که این وسط من شغلی در واقع نداشتم. ایتی که گرافیک رفتم یاد گرفتم و اینها، ولی اونجوری که بگین مثلا شاغل باشم نبودم و همیشه ذهنم به یوتیوب بود. بالاخره استارتش رو زدم با هر ترس، با هر بدبختی که بود. خلاصه با همه ترسا به خودم قول دادم این کار رو شروع بکنم و این روزنه امیدی باشه برای من. بنابراین تقریبا 3 هفته پیش من اولین ویدیومو گرفتم گذاشتم و اون موقع حتی نمیدونستم با دوربین باید چجوری فیلم بگیرم. فیلمم واقعا بی‌کیفیت شد با اینکه خیلی دوستش دارم، چون واقعا پروسه‌ای بود که داشت اتفاق میافتاد و نشون دادم. تو ویدیوی بعدی صرفا هیچ ایده خاصی نداشتم ولی گفتم که ادامه بدم. توی ویدیوی بعدی کلی صحبت داشتم که در واقع ویدیو قبلی هستش. کلی صحبت کرده بودم اینا، ولی گفتم بذار صحبت ها رو نذارم. میرسیم به ویدیویی که قرار شما چهارشنبه ببینین. البته اگر کسی ببینه. از گرما دیگه موهام داره آب میشه میاد تو صورتم، اینه بستنی. یعنی امروز سه‌شنبه ساعت 4 من دارم ویدیو میگیرم و نمیدونم کی میتونم ادیت کنم چون بسیار مبتدی هستم تو این پروسه و قرار فردا هم ویدیو رو آپلود کنم. چرا؟ با اینکه میدونم کسی نیست که ببینه، چون به خودم قول دادم. دیگه تا همینجا قرقر رو تموم میکنم، بریم که نوبت نقاشیه و قرار روح و روانمون آروم بشه. دارم سعی میکنم با 3 رنگ اصلی که بیشتر ندارم، یعنی آبی و قرمز و زرد، این نقاشی رو بکشم. سفید و مشکی هم دارم، ولی خب دیگه مهم لذت نقاشیه. من که میخوام تمومش کنم، بریم که انجام بدیم. خب الان میخوام سعی کنم که یه رنگ سبز از قرقاش در بیارم. من از بچگی عاشق نقاشی بودم. از وقتی یادم میاد فکر کنم 3-4 سالم بود. مدام در حال نقاشی کشیدن بودم. اونم به صورت داستانی.
همه میگفتن استعداد داری، ولی الان میدونم استعداد یه چیز چرته. چون این تشویق دیگران بود که باعث شد من بخوام بیشتر و بیشتر نقاشی بکشم و تمرین باعث میشه تو هر چیزی مهارت به دست بیاری. پس ربطی به استعداد نداره. 13 سالم که شد رفتم کلاس نقاشی، گفت تو طراحیت خوبه و یه راست منو برد سراغ رنگ و روغن. همین شد که بدون اینکه طراحی یاد بگیرم و اصول نقاشی رو یاد بگیرم داشتم تابلو میکشیدم و همین هم منو به شدت زده کرد، به خاطر اینکه کاملا میدیدم که بلد نیستم. خود تابلو رو هم خودش کشید. بعد از اونم گفتش که اوکی تو الان آماده نیستی، باید بیای طراحی، ولی من دیگه ادامه ندادم. 2-3 سالی هم بی خیال نقاشی کشیدن شدم. ولی دیگه کلاس نرفتم و به صورت خودآموز داشتم یاد میگرفتم. 1-2 کتاب داشتیم از قبل، از رونا سعی میکردم یاد بگیرم و هر چیزی که دور و اطرافم میدیدم سعی میکردم نقاشی کنم. مخصوصا کارتونا رو استوب میکردم و نقاشی میکشیدم. تا اینکه رسیدیم به دانشگاه. من رشتم انسانی بود و کنکور دادم، ولی دانشگاه ثبت نام نکردم با اینکه قبول شدم و تصمیم گرفتم 1 سال دیگه بخونم و برای کنکور هنر خودم رو آماده کنم. اما از اونجایی که اون آموزشگاهی که رفتم فقط داشتن درس‌ها رو در واقع برای اون افرادی که اون 3 سال هنر خونده بودن آماده میکردن و مرور میکردن، باز من دیدم که من چقدر عقبم و ممکنه اصلا نتونم کنکور قبول بشم و دوستانم میدیدم که دانشگاه دارن میرن و احساس کردم که دارم از همسن و سالای خودم عقب میفتم. البته این ذهنیتم که میدونید همه میگن درستو بخون و هنرم کنارش ادامه بده. گفتم اوکی دارم دانشگاه و هنر کنارش ادامه بدم و همین شد که هنر رو کنار هیچی ادامه ندادم و بعدم وارد یه دوره افسردگی خیلی 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 وحشتناکی شدم که چند سال طول کشید و توی اون دورانم اگر افسردگی رو تجربه کرده باشین میدونین که آدم نمیتونه هیچ کاری بکنه، حتی کاری که دوست داره رو. اما الان دیگه واقعا وقتشه که اون کاری که دوست دارم رو انجام بدم، مخصوصا هنر و نقاشی رو خیلی 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 جدی بگیرم. دنبال یه کلاس خوبم که بتونم باهاش ارتباط بگیرم. خیلی به انیمیشن سازی علاقه دارم و خیلی دوست دارم این علاقه‌مو دنبال کنم و تا اون موقع سعی میکنم نقاشی کنم و تمرین کنم و لذت ببرم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی اگه تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. دوست دارم ویدیوی بعدی ویدیو معرفی خودم باشه. اگر ویدیو براتون لذت بخش بود لایک یادتون نره و خیلی خوشحال میشم به کانالم سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.